سوال چنین است: آیا 20 رکعت خواندن نماز تراویح مجبوری است؟ اگر نیست پس چرا در مسجد الحرم 20 رکعت می‌خوانند؟ هرچند که تراویح میگویند اما شکل درست قیام اللیل نام دارد. در دوره‌های پیامبر و صحابگان هیچ کس تراویح نمیگفت. بعداً درباره‌اش حرف میزنیم. آنها قیام اللیل میگفتند. قیام ایستادن، لیل شب، یعنی شب ایستادن برای نمازخوانی. سببی که تراویح استفاده میبرند این است که هنگام نماز شب خواندن در رمضان بعد 2 یا 4 رکعت می ایستیم و راحت میکنیم، یعنی دم میگیریم. پس از همین جا این نام پیدا شد، تراویح و یا تراویح که ما میگوییم، نه در زمان پیامبر و صحابگان. بیایید سری سوال برمیگردیم: چرا آنها 20 رکعتی میخوانند؟ پیامبرمان درود خدا بر او گفته بود: هرگاه قیام اللیل میکنید 2 رکعت خوانید تا چند زورتون میرسد. در رقم محدودیت نیست، چقدر میخواهید خواندن گیرید، اما 2 رکعتی باشد. پیامبر درود بر او خودشان در تمام حیاتشان دائم 8 رکعتی خواندند. حدیثی صحیح داریم در این باره. 8 رکعت میخواندند و 3 رکعت ویتر جمع میکردند. در وقت رمضان میخواندند و قیام اللیل میگفتند که ما امروز تراویح میگوییم. اما هیچ کس من نکرده است که چقدر خوانیم. تا ما سندهای آمدند که در دوران پیامبر نفرانی بودند که 20 رکعتی میخواندند. حتی صحابگانی بودند که 36 رکعت میخواندند. پس محدودیت وجود ندارد. چقدر میخواهید خوانید، اما بهتر این است که 8 رکعت خوانید. گرچند 20 رکعت هم میتوانید. باز بهترش این است که درازتر خوانید، خوبتر است. نسبت به 20 رکعتی که تیر بر این میخوانید، 8 رکعتی آرام برایتان بهتر است. ثوابش زیادتر است. وقت و طولانیت نماز هم مهم است. سببی در حرم 20 رکعت خواندن این است که قسم زیادی مسلمانان، تقریبا 50%شان حنفی مذهبند و 20 رکعتی میخوانند که جایز است. شاید مسئولین حرم نمیخواهند بین امت نافهمی و رنجش به میان آورند. ولی قسم زیادی مساجد در عربستان سعودی 8 رکعتی میخوانند بجز حرمین. جهت خوبی 20 رکعتی در حرمین تراویح خواندن این طرز آرام و آهسته خواندنشان است. مثل دیگر مساجد دنیا 20 رکعت را تیر بر این تیز نمیخوانند و آهسته و فورا و دوامناک و پرثواب با سکون و خشوع که خیلی مهم هستند. امیدوارم جواب داده باشم.